پیام دارم به اون مردهای فاسق بی‌حیایی که با وجودی که همسری نکاحی دارن ولی با زنهای بیگانه رابطه های نامشروع دارن، برای همدیگر رسم و نوارهای فحشا میفرستند، سخنان فحش و شهوت انگیز میگن و مینویسند. پناه به خداوند از این خیل بی‌حیایی. ای نوجوان مردان فاسق، از الله بترسه. همین شما هستی که همین زنهای مسلمان را به بی‌حیایی میکشونه. همین شما هستی که شکایت میکنه که زنها بی‌حیا شدن، زنها فاحشه شدن. همین شما هستی که شکایت میکنی. از الله بترسه. دیر یا زود غضب پروردگار دامنگیر تو میشوه که بلا و مصیبت ها را بر سر شما پی هم میبیاره. الله رب العالمین در قرآن عظیم الشأن میفرماید: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما میبیاید به سبب همون گناهایی است که شما انجامش میدید. دیر یا زود غضب پروردگار بالای شما میبیاید. شما چی گمان میکنی؟ الله رب العالمین برای زنهای امت امر کرد که با مردهای بیگانه به هنگام ضرورت نرم صحبت نکنند. فلا تخضعن بالقول فرمود. یعنی نرم صحبت کردن ابیش نه در حالت ضرورت، وقتی که ضرورت پیش میبید زنک مثلا دختر میروه با دختر که مرد است باید که صحبت بکنه، ها یا نه بگه. در همین خیل حالت های ضرورت خداوند به زنها امر کرد که شما نرم صحبت نکنید. پس وای بر حال او زنی که با یک مرد فاسق بیگانه سخنان شهوت انگیز میگه، سخنان نرم اوسو بیسته، سخنان شهوت انگیز میگه و بدن لچ، بدن عریان خود چه رسم میگیره برای همون مرد فاسق رایی میکنه. تا این درجه بی‌حیایی و بی‌شرمی را پناه به خداوند. شما انتظار عذاب دردناک از جانب الله باشه. شما داره در بین امت، در بین مسلمان ها بی‌حیایی را پهن میکنی که با این کارتون غضب الله بالای شما میبیاید. الله رب العالمین برای اون نفرایی که فقط دوست داشتن که در بین مؤمنا بی‌حیایی پهن شود، خداوند در سوره نور برای این خیل طایفه مردم عذاب دردناک وعید کرد. فرمود: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. بیگمان او کسایی که دوست داشتند که در بین مؤمنان بی‌حیایی پهن شود، یعنی اونها با دستان خودشون بی‌حیایی را پهن نکردند بلکه فقط دوست داشتند، ولی خداوند چی فرمود؟ لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. برای این خیل طایفه مردم که فقط دوست داشتند که در بین مؤمنان بی‌حیایی پهن شود، عذاب دردناک است در دنیا و در آخرت. پس شما که با دستان خودتون بی‌حیایی را پهن داره، زنهای مسلمان را به بی‌حیایی میکشانه، انتظار همو عذاب دردناکی از جانب الله باشه. این فقط در دنیا. در آخرت عذابهایی است که شما تصور کرده حتی نمیتوانید. آیا شما از این نمیترسه که دیگر فاسقها به مثل شما همین خیل با خواهر و دختر شما، با مادر شما همین خیل کارهای حرام انجام تیه؟ شما از همین نمیترسه؟ کما تدینو تو دانو. چی رفتاری که با دیگران کردی همون رفتار را میبینی. یعنی دیگرها همین به مثل خودت فاسقهای هستن، همین خیل زیرک هوشیاره که دختر تا ایتای فوکت همین خیل فند میکنن، همین خیل بدام خود میافتانن که حتی تصور کردن نمیتوانی. به همین خاطر ای نوجوان مردان فاسق، از الله بترسه، از این خیل بی‌حیایی دست بکشه که غضب الله بالای شما میبیاید. دیر یا زود خداوند شما را شرمنده و رسوا میکنه. از الله بترسه.